خب سلام دوستان، امروز اومدم آموزشایی در مورد ساخت پالس اکسیمتری بدم و سنسوراشو معرفی کنم، بگم مثلا چجوری درستش کنید، از کجاها کمک بگیرید واسه در آوردن کداش و غیره. وقت تلف نمی‌کنم، اسم این چنلم لپ کلمه، به خاطر همون سعی می‌کنم زمان کمی ویدیو طول بکشه و اطلاعات خیلی مفیدی بهتون بدم توی همین زمان کم. اول از همه کلا دو مدل سنسور الان بیشتر تو بازار واسه انجام این کار نیست. یه دونه مکس 302، یه دونه مکس 300 که این پایینی مکس 300 بالایی مکس 302. تفاوتشون هم راحت میتونید از اینجا متوجه بشید، اما پین‌های خروجیشون از نظر اینکه چه پینی مثلا چه کاری انجام میده یکی ان، مثلا حتی بردای توسعه‌ای که اینا دارن کاملا برد توسعه‌هاشون هم یکیه و فقط نوع ارتباطی که با میکروکنترلرتون میگیرن متفاوته. جفتشون پروتکل I2C دارن ها، ولی مثلا اینجوری نیستش که کدی روی مکس 300 کار کنه روی مکس 302 کار کنه و از نظر کتابخونه‌ای هم متفاوتن. برای مثلا کتابخونه مکس 300 همون اسمش مکس 300، اما کتابخونه که بعد مثلا واسه راه اندازی مکس 302 استفاده کنید کتابخونه مکس 305. تفاوت ظاهریشون هم میتونید متوجه بشید. از نظر قیمتی هم تفاوت قیمتی ندارن یکیان، اما از نظر دقتی و عملکردی مکس 302 خیلی بهتره. حالا خیلی بهترم که میگم یه مقداری بهتره چون سنسور قوی تری داره. حالا شما میگید کدومو بخریم، شما میگید که این قیمتش با این یکیه و خب قوی تر هم هست پس ما اینو بخریم، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم اینو بخرید، چون که مثلا کتابخونه‌ای که در موردش هستش، مثلا پروژه هایی که تو اینترنت میتونید پیدا کنید و مثلا سازگاری برد باش یه مقدار بهتره، خیلی راحت هم کداشو میتونید از این ور اون ور گیر بیارید. پس مکس 300 رو بخرید، قیمت الانش در حد 1 الی 2 دلار، خیلی قیمت بالایی نداره، اونم با برد توسعه‌اش. الان من اینجا بردای توسعه‌شون رو آوردم، این برد توسعه پرپل گرین بلک، حالا اسم موقع خریدش اینها فکر نکنید دارم الکی خارج میام. آره یا هر ردیف پایین کلا مکس 300 بالا یا مکس 302. فقط نوع بلکش مقدار با هم فرق دارن. من اینا جفتشون یکی ان، برد توسعه‌شون کاملا برابر، مثلا هیچ فرقی با هم ندارن چون پینه خروجیشون یکیه. حالا پیشنهاد من واسه خرید اینه که یا برید بنفشه رو بخرید یا مشکی رو بخرید. این سبزه مقدار داستان داره، اصلا خیلی هم اتفاقا بیشترین برد توسعه‌ای که ازش پیدا میشه همین وسطیه است، یا هم میشه گفت ماژولی که ازش پیدا میشه این وسطیه است، ولی من این وسطیه رو پیشنهاد نمی‌کنم. این دو تا به نظر من خیلی بهترن واسه انجام کار. این یه باگی داره که اگر شما اینو بخرید من به یه مشکلی برخورد می‌کنید که حالا من جلوتر توی ویدیو میگم این مشکل رو چجوری برطرف کنید، چون اینا معمولا کار نمی‌کنن. آره خلاصه بعد خدمتتون عرض بکنم بردای هم که میتونید این ماژولای مکس رو بهش وصل کنید، بردای آردوینو میتونید ببینید این وسط گذاشتم با بردای ESP. من خودم ESP رو بیشتر هستم، هم قیمتش ارزونه، هم سرعت پردازشش قوی تره، هم خیلی راحت تر به چیز میتونید گیرشون بیارید، هم وای فای دارن، میتونید باهاشون پروژه های IoT یا همون اینترنت اشیا با استفاده از اون ماژول های مکس رو راه اندازی بکنید. این هم الان یه سری از ESP. حالا من اگه میخواید اولین بار این کارو کنید این دو تا خیلی خوبن. من کلا نود MCO رو خیلی دوست دارم. حالا این ESP 32 شه، این ESP 8266 از سری بردای نود MCO 8266 هم بخرید، کامل کارتون رو راه میندازه. و اینکه حالا چطوری میخواید اطلاعات رو به شما نشون بده. سه تا راه دارید برای اینکه بخواید اطلاعات رو از ماژول مکس بگیرید، کلا ماژولای سنسور ضربان قلب و اکسیژن و اون رو به خودتون نمایش بدید. سه تا راهش اینه که از سریال مانیتور استفاده کنید که ارزون ترین روشی که میتونید استفاده کنید و خیلی ساده هم هستش و کداش هم پره. حتی داخل خود کتابخونه‌های مکس 300 یا 305 هم میتونید کد اینو گیر بیارید. آره دیگه این هم اینطوریه که فقط ماژولتون رو وصل می‌کنید به میکروکنترلرتون، حالا هر میکروکنترلی باشه، و فقط سریال مانیتور رو باز می‌کنید، عدد واسهتون نمایش داده میشه. روش دوم که به نظر من این روش مقدار بهتره، استفاده از صفحه نمایش OLED، از این OLEDای 96 اینچی بخرید، قیمتی نداره، در حد 2 دلار کلا قیمتش. آره اطلاعات رو بیارید روی نمایش بدید. حالا هم تک رنگش هست هم دو رنگش هست. تک رنگش هم بخرید کارتون رو راه میندازه، نیاز نیست دو رنگ بخرید. دو رنگشون هم مثلا زرد و آبی ان معمولا. حالا تک رنگ هر رنگی گرفتید مهم نیستش، کداش هم خیلی راحت گیر میاد که هم OLED روی چیزتون باشه، روی میکروکنترلتون باشه، هم سنسور روی میکروکنترلتون باشه. بعد موقعی که هم میخواید سنسور رو وصل کنید، هم میخواید اولد و چی وصل کنید، هم این صفحه نمایشگر از رابط کاربری که نمیشه گفت رابط ارتباط I2C استفاده میکنن، هم سنسور از رابط ارتباطی I2C استفاده میکنن. واسه همین پین SDA این با پین SDA سنسور و پین SCL این با پین SCL سنسورتون یکی میشه و فرستاده میشه حالا با اون پین های SDA و SCL میکروکنترلتون، که برای مثال حالا برای سری های ESB پین های 4 و 5 ان، حالا ESB 8266 شاید 32 فرق بکنه. و سومین روشش که یه مقدار علم بیشتری میخواد، کدای کمتری هم از توش هستش، اینه که به صورت وب نمایش بدید اطلاعاتتون رو، که این روش هم روش خوبیه. حالا یه مقدار پردازتون قوی باشه. البته 8266 هم جوابه که به وای فای وصل میشه، اطلاعات واسهتون میفرسته. اینم از سه تا روشی که میتونید انتقال اطلاعات بدید برای خودتون. حالا من برم سراغ باگ های این برد، که اگر این برد خواستید بخرید یا خریده بودید چیکار کنید. چون وقتی این برد میخرید هر چی کد آپلود میکنید میبینید آقا جواب نمیده، نم اطلاعات ما نمایش داده نمیشه. دلیل این چیه؟
این بردای سری سبز رو بخرید، چه تو مکس 302 چه تو مکس 300، سه تا مقاومت پولاب می‌بینید اینجا. این مقاومت‌ها هر کدومشون یه پایش باید به برق مثبت وصل بشه طبق دیتا شیتی که شرکت سازنده این سنسور داده، که شرکت سازنده شرکت مکسیم اینتگریتد، یا شرکت آمریکایی. جالبه بدونید که این سنسورها شرکت آمریکایی میسازه و میاد داخل چین و میاد دو برد توسعه و به ما فروخته میشه. این سه تا مقاومت پولاب مشکل از اینه که کار نمیکنه. اینا باید یه پایه‌شون به پین مثبت وصل باشه و سه تا پایه دیگه‌اش به بخش‌های مختلف این سنسور، که برای اینکه مثلا بخواید مشکلش رو حل بکنید، شما میایید اینجا وقتی میبینید این سه تا پایه مشترک اینجا میبینید، سه تا پایه مشترک میبینید، در آخر این پایه به جای اینکه بیاد به برق مثبت وصل بشه، اومده به یه دونه از پایه‌های این ترانزیستور مانند وصل شده، که شما چیکار میکنید؟ میایید این ترکه رو از اینجا قطع میکنید، این ترکی که باعث شده این سه تا مقاومت وصل بشن به این، و این پایه مشترک بین سه تا ترانزیستور رو میارید وصل میکنید به اولین پایه از رگولاتورتون. اینجا من علامت زدم، پس این شد از اینجا ترکتون رو قطع میکنید و این پایه بالایی ترانزیستور رو وصل میکنید به اولین پایه رگولاتورتون، یا اگر هم نخواستید به اولین پایه رگولاتور وصل کنید، همین پایه بالایی رو که پایه مشترک بین سه تا ترانزیستور، سه تا مقاومت هم هست، میارید وصل میکنید به پین مثبتتون. آره، حالا فرق نداره های، چون همون وی ان، همون برق مثبت ورودیتون با همون پایه اول ترانزیستورتون یکیه کلا و فرقی نداره، حتی با این پایه وسطی یا پایینی رگولاتورتون هم یکیه. آره، خلاص اون رو بعد قطع کنید و وصل کنید به اون جاهایی که گفتم. حالا یه دونه از اون جا وصل کنید کافیه که فقط این مقاومت پولابتون کار کنن. حتی میتونید اصلا این سه تا مقاومت بردارید و سه تا مقاومت 4.7 کیلو اوم یا همون 4700 اوم بگیرید. خب خیلی هم راحت پیدا میشه. یه دونهشو از وی این وصل کنید به SCL، یه دونهشو از وی این وصل کنید به SDA، یه دونهشو از وی این وصل کنید به پایه اینتتون. این کارم انجام بدید، دقیقاً همون عمل برای شما انجام میده، حالا به صورت اکسترنال. بعد خب میرسیم به آخرین بخش. الان شما میگید خب من اینو راه اندازی کنم، چیکار کنم، کداش از کجا گیر بیارم؟ من به شما یه دونه سایت معرفی میکنم. این سایت میشه گفت بهترین پروژه ها و بهترین کدا رو داره، بهترین راهنمایی رو میکنه برای شما که بتونید این سنسورتون رو راه اندازی بکنید. اسمش هم الکترونیک وینگز و شما برید داخل گوگل سرچ کنید الکترو وینگز مکس 300 جدا. آره، اینو سرچ بکنید، پروژه های مختلف رو میاره واسه این سنسور با برد ESP، پروژه های IoT داره، کداشو خیلی راحت واسه شما در اختیارتون گذاشته، راهنمایی های مختلف کرده که اگر بردتون کار نکرد چیکار بکنید و خیلی راحت این کدا رو به صورت لقمه شده جلو شما قرار میده که شما فقط بگیرید استفاده بکنید. آره خلاصه، حالا یه سایت ایرانی هم هست، سایت آیرنیکس. اگر خواستید ماژول مکس 300 رو با اولد راه اندازی بکنید، داخل این سایت کدایی هم هست که کداش هم کار میکنه، کدای خوبی هم هستش. آره، من سعی کردم تو این ویدیو یه اطلاعاتی بدم که اگر بردتون کار نکرد چیکار کنید، از چه بردی استفاده بکنید. و یه چیزی بگم که به دردتون میخوره، چون من یوتیوب فارسی رو کرده بودم، هیچ اطلاعاتی در مورد این سنسور نگفته بودن داخلش، مثلا میگن کدومو بخر چیکار کن، و اصلا هیچ پروژه‌ای راجع به این سنسور و هیچ حرفی راجع به این سنسور تو یوتیوب فارسی نذاشته شده بود. و حتی تو یوتیوب انگلیسی هم من خیلی گشتم، منظورم انگلیسی خارج از ایرانه، هر چی گشته بودم اطلاعات به درد بخوری نبودش. مثلا اینجوری نبود که کداتون از کجا بگیرید و اینجور حرفا. من سعی کردم این ویدیو رو بسازم که اگر شما میخواید همچین کاری انجام بدید، میخواید این سنسور رو اندازی کنید، کمکی به شما کرده باشم. و خلاصه میگم چون خودم خیلی دنبال این اطلاعات بودم و گیر نیاوردم، سعی کردم ویدیوشو برای شما بگیرم که استفاده کنید، برای اولین بار تو یوتیوب فارسی بذارم که شاید یک کمکی به شما کرده باشم و این مسیر رو شما راحت کرده باشم. الانم آخر ویدیو انتظار دارید بگم مثلا لایک کنید، نمیدونم سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید. نه، اینجور چیزا لازم نیست. این چنل واسه جمع کردن ساب ساخته نشده و فقط واسه این ساخته شده که اطلاعاتی که تو یوتیوب فارسی نیست به شما داده بشه. حالا لایک اینم کنید بعدم نمیاد، ولی خلاصه میگم هدف از ساخت این چنل کسب سابسکرایب اینا نیستش. ویدیو تموم شد، فعلا خدا نگهدار.